خدای قادر سبحان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از اینکه این توفیق رو به این حقیر عنایت فرمود تا در چنین شبی در چنین محفل بسیار نورانی و روحانی و معنوی و قرآنی در حضور جمع گرم و پویا و صمیمی تعدادی از جوانان و ریش سفیدان این منطقه و این روستا قرار بگیرم، این لطف یزدانی رو و این توفیق سبحانی رو برای این بنده ضعیف قدردانی و سپاسگزاری میکنم. تبریک و تهنیت عرض میکنم این مجلس رو و این جشن ایمانی و پیوند دینی این دو جوان مؤمن متعهد و مخلص جناب حافظ عبدالرشید و خانواده محترم ملا سید احمد هست دیگه نخیر و خدمت خانواده های عروس و داماد به طور کل و همه بستگان و همه شما حضار معززی که اینجا حضور دارید و تشریف آوردید. جوانان عزیز، من میخوام اینو بگم که این همه شبها و این همه عروسی ها و این همه مراسم شادی که از خدا دور، شما خبر دارید قبل از ماه رمضان شاید بالای 20 تا 30 تا عروسی اسلامی فقط حقیر رفتم اونجا صحبت کردم. هفته آینده حداقل 7 تا عروسی 3 تاشون هفته آینده در جوگروخ روز جمعه هست. جوانها بیدار شدن، متوجه شدن، رفتن همه کانال ها، همه راه رفتن به بنبست خوردن، متوجه شدن که تنها راه برگشت ما و بازگشت ما راه بازگشت به سوی خدا و قرآن و نماز و عبادته. و فکر نکنید که امشب چون که حافظ عبدالرشید حافظ و مولوی است مجبور بوده که چنین مراسمی بگیره. نه، خدا شاهده. چه بسا جوانهایی بودن که شاید در طول عمرشان کمتر به مسجد رفتن، ولی وقتی مراسم اسلامی رو دیدن که بابا این مراسم اگر غیر اسلامی بود علما نمی آمدن، این مراسم اگر غیر اسلامی بود افراد نمازخوان نمی آمدن، جوانهای پاک نمی آمدن، قطعا چند تا جوان لات و الوات می آمد، قطعا فرشتگان دور این مجلس رو احاطه نمی کرد، بجا شیاطین می آمدن، مطمئنا زنان بی حجاب می آمدن. یقینا اعصاب و روان راحت حاکم نبود بر این مجلس. الکی جوانان میگن ما حال میکنه، اون حال نیست، بباله. افسرده ان جوانها از بس که صدای این لامصبی، این گرگ مثل همین گرگا دولی میکشه، اعصاب این صاحب گوسفندا رو خرد میکنه، از اعصاب صاحبان ایمان رو اینها خرد میکنه در واقع. ولی متاسفانه چی میگن؟ میگن جناب مولوی رسم شده. میگن که عزاداری که نیست بابا، شما میت که از خانه در نمیکنید. ای بی انصافا، اگر حضرت فاطمه و حضرت علی زمانی که عروسی کردن اگر اونها 2 تا میت و جنازه بودن که از خانه رسول الله روانه خانه بخشده، پس بچه من تو هم بذار میت و جنازه باشه. اگر اصحاب رسول الله اونها جنازه بودن و اونها رو مرده و میت شما میخوانید، بذار بچه های ما هم میت باشن. کاش چنین میتی خداوند نصیب ما میکرد. چرا مسائل وارونه داریم عمل میکنیم؟ آیا شادی و شادمانی فقط با رقص و پایکوبی است؟ نه به خدا قسم. جوانان عزیز، من بحثم چیز دیگری است. این حالا به طور مقدمه عرض میکنم به خاطر اینکه انشاءالله ریشه سال سرا باید در جامعه اسلامی باید خشک بشه. تو این منطقه‌ای که زحمت کشیدن، این علما زحمت کشیدن، خون دل خوردن، خدا نکند که یه عروسی غیر اسلامی بیاد و فاتحه همه مراسم اسلامی رو بخونه. اینها جماعت تبلیغ اینجا کار کردن، علما اینجا کار کردن، زحمت کشیدن، جوانهای غیور زحمت کشیدن. پس بگذارید این منطقه آباد بشه، بگذارید مراسم ما مراسم اسلامی بشه، عروسی های ما عروسی های اسلامی بشه، همه مراسم ما در واقع. صلوات قرآن اد بفرمایید. دقایقی که در خدمت شما سروران هستم با این مقدمه طولانی
پیرامون پیام‌های ارزنده رهبر بشریت دلسوز امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای جوان قرن 21. من این صحبت رو از بس که گویا حالت معنوی و روحانی داشت صحبت کردم قبلا، ولی که دوست دارم این پیام رو گویا واقعا قبول کنید که من یه صحبتی دیگه آماده کرده بودم تو جیبم هست یادداشتاش، ولی که هر جا که بیا قدم میذارم در طول این راه مسیر مشهد تا اینجا با خودم استخاره کردم آیا این صحبتی که آماده شده در مورد نقش ایمان در زندگی اینو مطرح بکنم، ولی گویا یک داعیه رو من میگفت که نه، پیام پیامبر رو برو به اینها هم برسان، به این جوان قرن 21 که در روستا یکی دودم داره صحبت میکنه و نشسته است. لذا فکر میکنم خیر در همینه. به صورت مختصر 5 پیامبر خدا برای جوان قرن 21 داره. اینا رو خوب گوش بدن جوانان، حواستون این طرف باشه. پنکه به هر حال روشن میشه، پنکه ایمان رو روشن کنید داخل قلبتون که همه رو سرد کنه. کاری نداریم. نخستین پیام رهبر بشریت برای جوان قرن 21 اینه که باید هدف و انگیزه آفرینش خودش رو بفهمه که یک جوان بدونه که از کجا آمدنم بهر چه بود، با کجا میروم آخر ندمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. از کجا آمدی؟ چرا آمدی اصلا؟ آیا مادر تو رو به دنیا آورد ناخواسته، چند روز بزرگ شدی، جوان شدی، 2 مرتبه سنین پیری به سراغت آمد، 2 مرتبه پیر شدی و رفتی از این دنیا مردی خلاص؟ نه. اگر اینطور باشه پس هیچ فرقی بین انسان و حیوان نیست. حیوانم قطعا میخوره، میآشامه، زاد و ولد میکنه، احتیاج به تناسل داره، احتیاج به حیات داره، احتیاج به این اکسیژنی که من تو داریم دارد. پس بنابراین چیزی که ممتاز میکنه بشریت را خدای عزوجل میره انگیزه آفرینش انسانه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انس جن را فقط برای عبادت خلق کردم. و ما امروا الا لیعبدوا الله، امر نشدن بندگان بشریت مگر برای اینکه خدا را عبادت کنند. حدیث قدسی یا عبادی ما خلقتكم لاستكثر بكم من قله ولا لاستأنس بكم من وحشه ولا لاستعين بكم على امر قد عجزت عنه. بندگانم من شما را خلق نکردم چون که کم بودم زیاد بشم، نه. من شما را خلق نکردم به خاطر اینکه میترسیدم شما را بیافرینم که انس بگیرم، هرگز. من شما را خلق نکردم چون که عاجز بودم بعضی از کارها را انجام بدم شما کمکم بکنید، خیر. انما خلقتكم، شما را برای چی خلق کردم؟ لتعبدونی طویلا و تذکرونی کثیرا و تسبحونی بکرة و اصیلا. من شما را خلق کردم تا شبها و روزها به یاد من باشید، صبح دم برخیز ای دل ذکر حق بسیار کن. برو در باغ و بوستانها به چشم سر نگاهی کن، درختان مدح او گویند که آن معبود بر حق است. اگر سرو و اگر ناجو، اگر بید و اگر آلو، به ذکر او در افغانند که آن معبود بر حق است. چرا ای مردک عاقل تو بی ذکر خدا باشی؟ به ترس از پرسش فردا که آن معبود بر حق است. ما برای عبادت آمدیم، زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. در به صورت آدمی انسان بودی احمد و بوجهل هم یکسان بودی. آنچه میبینی خلاف آدمن، نیستن آدم غلاف آدمن. اونهایی که ارادت خدا در وجود اونها نباشه اونها غلافن، پوشش انسانن، خود انسانیت در اونها نیست. سروران عزیز، عبادت یعنی چی؟ فقط 2 رکعت نماز؟ خیر. فقط روزه گرفتن؟ خیر. عبادت به معنای واقعی استسلام، انقیاد، فرمانبرداری از تمام فرامین خدا، یعنی از چراغ قرمزهایی که الله ذوالجلال در سر 4 راههای عمر شما روشن کرده بیگدار عبور نکنید، ترمز بکنید اونجا، سمت چپ و راست رو نگاه بکنید، چراغ که سبز شد حرکت کنید. رعایت حدود خدا، رعایت قوانین الهی، رعایت سنن رسول خدا، اینو میگن عبادت. حالا من از هر موردی یه مثال خدمت شما سروران میزنم، چون که امروز شما جوانی، من و شما هم جوانه، همه ما جوانیم. این پیرمردای که ریشون سفیده اینا هم جوانن،
جوانی به سال روز تولد یا گواهی تولد نیست که فکر کنید من کسی که سال 1319 بود دنیا آمده اون پیرمرده. نه، اون پیرمردی که ریش سفیده اگر عشق خدا و رسول در قلبش باشه از جوان 20 ساله هم جوان تره، و اگر خدای نکرده جوانی عمرشون 20 سال باشه ولی دل پژمرده داشته باشه، به قول اقبال نوجوانان تشنه لب خالی ایام، اونها دیگه از پیرمرد سر 20 ساله هم پیرمردترن. همه شما جوانید چون که در جمع جوانان حضور پیدا کردید و دل جوان دارید. وقتی دلتون نیاد شاید فلانی حتما جوانها را سوال میکنه، نه همه شما جوانید، کار نداریم. چون که امروز جوان دنبال و طالب عزته، دنبال شهرته، دنبال مکنته، دنبال اظهار نظر کردن در مجالسه، دنبال اصلا مطرح شدن تو جامعه است. حالا هر کسی به طریق، یک کسی میخواد با ژست لباسی که میپوشه، با ژستی که میگیره برای خود تو جامعه مطرح بکنه که من اینطور لباس میپوشم، کت شلوار بسیار زیبا و قشنگ. یکی به اصطلاح میره با مویش آلمانی رو به اصطلاح کپ میزنه و آلمانی میزنه و موها را ایتالیایی میزنه. یک زمان ما دیده بودیم گوسفندا رو برای نسبت جوانان میگن با این دو کارده ها نمیتونست یک قسمتی رو به اصطلاح دور تا دور این گوسفند رو میکشیدن، باز هم وسط روی کوهان روی کمر گوسفند رو رها میکردن. شما که دوستایی میدونید. بعد میگفتن چیکار هست؟ میگن نمیدونم این فلان هست، نمیدونم کمرش فلان نشه و پس فلان نشه. این مود برای گوسفندا مود بود. حالا ماشاءالله میبینید جوونا تا اینجا میتونن بالا روی پته که نگاه می‌دارن میگن مد شده تو جامعه. میگن این کپ آلمانی. بنده خدا اون جوان غربی تیغ ندیده که ریش تا آخر بتراشه، اینجا تیغش تمام شده، اینجا این مقدار مونده. جوانای ما اینجا یک پته گذاشتن میگه من پروفسورم، نمیدونم الف گرد یا دراز. این مده. هر چیز که تو جامعه مد شد تمام. آن ننگ بشر بین که زند دم ز تجدد، اوریان بنموده است چو حیوان بدن خود، پیچیده سر از حکم خدا کرده تمرد، بنموده به تقلید غلط پیروی از مد. این است تمدن که کنون رایج باب است، مد شده. یا با اون کفش‌های آنچنانی که میپوشن، به خصوص خواهران این کفش‌های پاشنه بلند دیدید الان. اصلا به خدا قسم یه روز ما رفت تو مشهد، یک از طلبا همراهم بود، می‌خواستیم یه جفت کفش بگیریم. باور بکنید از ساختمون مشهد شهرک شهر جایی بگیر برو تا خیابون دانشگاه، همه هر چه مغازه بود که جلوی چشم اومد گشتیم، به والله قسم یک جفت کفش نتونستیم برای خودمون انتخاب بکنیم. چطور بود؟ بعضیا اینقدر مثل این ماشینای ژیان پوزشون باریک بود که به خدا مگر با چکش از پشت به پاشنه پا میزد کفش بره پا بره داخل. خب بی انصافا این چطور میگه بابا مد؟ خب ای پیر این مد بابا اینکه بتونه پا بشه که. میگه آقا حاجی آقا شما خبر این مد دیگه برای چه کاره؟ یا بعضی اونقدر پاشنهشون بلند بود دیگه مجبور با بسم الله را بریم که الان افتاد یه ساعت پیش. من همه جا میگم میرفتم بیمارستان آریای مشهد، یاد یک بیماری ساعت 2 بعد از ظهر قبل از این ماه رمضان رفتم از پله ها که داشتم میرفتم بالا، یهو دیدم که یک چیزی مثل هواپیمایی که سقوط بکنه از بالا، به قول شما جوانا شیرجه رفت تا پایین. یهو نگاه کردم دیدم چی، بار دیدم که یک دختر خانم بنده خدا از همون بالا رو پله که زیاد داره قل خود رفت تا پایین، چفشاش یک طرف، روی سرش یک طرف، لباسش یک طرف، یک حاله از همون جا صدا کرد حاجی آقا تو رو به خدا بکوبدم. گفتم برو گم شو، آبرو حیثیت ما مقام ببر یلا. خب چه مجبوری تو؟ چه مجبوری این کفش رو پوشی آخه؟ به خاطر مد نکنید، دخترای شما این کارها رو نکنه که تو شهری خدای نکرده تو جوب جدول بیفته حیثیت ما میره. حجاب اسلامی روزی 4 ناخن این روسریا داره میره عقب. دختر فلانی اگر 2 تا ناخن پیداست، 2 تا مو پیدا، دختر من 4 تا. این بلا آمده تو روستاهای ما. ماشاءالله الان مانتوها چاک داره از چاک پیراهن مولوی‌ها بزرگتر. حالا از ما که حداقل 2 تا داره، خدا شاهده 4 تا چاک. آخر چه خبره؟ تمام فرازنشی ولش پیداست. رقابت های آنچنانی، اگر دختر فلانی شلوارشو تنگ از 4 نفر پاش میکنن 8 نفر درش میارن، دختر من باید 8 نفر در پاش کنه 16 نفر از پاش در بیاره. به خدا قسم اینها راسته ها. از این شلوار تنگا برید بپرسید، به والله قسم تنها پا نمیشه اینا. پدر و مادر بزرگ هر چه قوم خیش اینو تبارده به شلوارش از پاش در بیارن. به خاطر موده. و وقتی که میشینن بعض جوانا بشینید 4 زانو که نمیشن چون اون خشتکه پاره میشه لامستن، 2 زانو هم که خسته میشن. آخر چه مجبوریم؟ به خاطر این موده، به خاطر این رقابت افتاده. این واقعا برای ما افتاده، برای یک جوان مسلمان
بیاییم واقعا فرهنگ‌های اسلامی بشه، رقابت‌های درست بشه. و بعضی از جوانان ماشاءالله مطرح کردنشون با چی هن؟ اونها که شلوارشون خوبه با تک چرخ زدن ماشاءالله. یا اینقدر این تک چرخ ها بعضیا واردن که بعضیا میگن 200 متر، بعضیا میگن 500 متر من تک چرخ راه رفتم، خبر نداره که از این طرف اسرائیل پشت سرش داره با پراید پشت سرش داره راه میره که الان 2 متر دیگه به درک وصل میشه. و بعد باز میگه که نه من تک چرخ میذارم به طرف مسجد میرم، لابد شهید میشم. من شهید میشه یا به همون حساب باش. تک چرخ بدن که من شهید میشم چون به سمت مسجد. تو اگر مسجد میری دیگه تک چرخ زدن یعنی چه؟ یا بعضیا حالا کلاس‌های موبایل خوب شد، الحمدلله که این کلاس موبایل آمد پایین. یک زمانی هر کس که موبایل داشت اینجا سر جیبش آویزون میکرد، تو یک موبایل هم اینجا هست، بعد اینجا بندش هم آویزون میکرد، هر کس ببینه موبایل داره. اونهایی که موبایل نداشتن چیکار می‌کردن؟ قاب عینکشون میگرفتن، بند شلوارشون می‌زدن که ما عجب عینک خوبی داریم، عجب موبایل خوبی داریم. اینها همه مد شده، به اصطلاح مطرح شدن است. یک آهنگ‌های آنچنانی، یک صلوات نزد بفرمایید. یه آهنگایی میگذارن رو موبایل سوار میکنن که اصلا مغز انسان دود میکشه که خدا نکنه سر نماز یکی از این موبایل ها به زنگ بخوره، خدا شاهد امام مقتدی رو به رقص میارن. آخه بی انصاف یکی از افغانستان یک چند روز زنگ داد، گفت جناب مولی، گفتم چیه؟ گفت اگه سر نماز موبایلشو آدم گل کنید چیکار میشه؟ ما که نمیدونیم گل یعنی ما فکر. گفتم بابا تو ایران فقط توپ گل میکنن. گفتن نه به اسلام وقتی که زنگ میزنه روشن است بخوان گل کنید. بعد فهمیدن که میگه یعنی خاموش کنید، گل کردن یا خاموش کردن. این چه موردی داره؟ به هر حال بعد این صحبت شد گفت اونقدر آهنگ‌هایی هست، اونقدر موزیک‌های خطرناک است که مجبور سر نماز به اصطلاح گلش بکنه یا خاموش کنه، وگرنه واقعا همه رو به رقص میاره. یعنی نماز دیگه نمازی باقی نمیمونه. رو ترمزهای موتورا یا موسیقی‌های گذاشتن، ترانه هایده و نمیدونم همیرا و نمیدونم سروش و کروش و پروش، همه رو گذاشتن رو موبایل‌ها، روی ترمزها که به جای خودش که بعد اخیراً الان ما شنیدیم بعضی موقع تو شهر مشهد می‌بینید صدای کوکو او سگه. وقتی میگه چیه؟ میگه این وقت ترمز میگیره موتورشو سگ باق او میکنه. عشق به سگ بابا برای مردم روستا خوبه که حداقل گوسفندا رو نفاذت میکنه، گرگا رو فراری میده، ولی برای جوان رو موتور دیگه چیه؟ یا گربه میون میکنه. اینها همه مطرح شدن تو جامعه هست و به اصطلاح قله‌های شامخ عزت رو فتح نمودن. اما گفتیم و خندیدیم تا اینجا که دوستان نگن این وقت عروسی و جناب مولوی هم اینا رو بسیار چیز داد که حتما شما رو امشب میگریانه. نه، بحث گریه نیست، بحث اینه که واقعا ها درده، اینا همه درده تو جامعه ماست، تو جامعه اسلامی است. حالا هزار مسئله دیگه هست که گفتنشون اینجا جایز نیست، خدا شاهده. رقابت‌های دیگه هست که گفتنشون شرم انسان بیاد اونها رو مطرح کنه. تو همه مسائل آرایش‌های غلیظ و نمیدونم لوازم و ماتیکه‌های اونچنانی کاری نداریم اونها که این چشم سبزه‌هایی که الان آمدن به اصطلاح مد میکنن که وقتی انسان میبینه رو فقط میگه قورباغه خدا شده به طرف انسان نزن. و شلواران که ماشاءالله روزی 1 متر از این پایین میره بالا که بعد میگم که بعضی البته جماعتی ها رو چیز میکنن، میگه که این جماعتی ها شلوارش حال مردان نمیکشن بالا، به اصطلاح زنهای بالاشهر احمدآباد هر کدوم 4 ماه جماعت تبلیغی رقص دادن. فقط میگه سنتی که مال مردا بود مردا رعایت نکردن، حالا زنا دارن میرون. برای زنا حرامه نه سنت، این مال مرداست. مردا رعایت نکردن زنا گفت حداقل ما این سنت رعایت میکنیم. کاری نداریم. اینها همه وارون عمل کردن بر احکام دینه. واقعا جای گریه هست و جای تأسف خوردن. بنابراین جوان، پیام اول رسول خدا به توی جوان مسلمان اینه که اگر طالب عزتی، اگر طالب شوکتی، اگر طالب قدرتی و فتوتی و جوان مردی و اگر میخوای تو دنیا مطرح بشی و در عاقبت قله‌های شامخ عزت و سرافرازی رو فتح بکنی، بیا و از پلکان عبادت برو بالا و لاغی یا این پیشانی رو در آستانه خدا بسای. غلامی رو میارن، بردهی رو میارن در مدینه منوره به فروش میگذارن، به حراج میگذارن. این غلام و برده هست، مثل این لیوان خرید و فروش میشد. غلام جیغ میکشید، داد میزد، هر کس منو میخره، من یه شرط دارم. شرط چیه؟ خوراک خوب نه، پوشاک خوب خیر، زندگی مرفه هرگز. تو چی میخوای؟ هر کس منو میخره
باید تعهد بکنه که 5 وقت منو بگذاره پشت سر رهبر بشریت رسول خدا حضرت محمد مصطفی نماز بخونم. یکی از صحابه وقتی این شرط شدید خوشحال شد، گفت بفرما عزیزم، تو مایه برکتی تو خانم، تو مایه عزتی تو خانم، تو زندگیم، بیا اینو خرید 5 وقت نماز پشت سر رسول خدا. پیامبر همیشه مقتدیاش یاد میکرد 4-5 نماز آمدند و نماز دادن، این صحابی و این برده و غلام رو در جمع ندیدن. پیامبر آشفته و نگران شد، از صحابه سوال کردن این صحابی کجاست؟ گفتن یا رسول الله ایشون بیمارند. رسول خدا بلافاصله اشک در چشمان نازنینش حلقه زد که شما یکی از غلامان و یکی از بندگان خدا مریضد و شما به من خبر ندادید. وین منزلش کجاست؟ خانه‌اش کجاست که من به دیدارش بگم یا رسول الله شما به دیدار اون برده و غلام بی ارزش و کمبها. گفتن خانه‌شو نشان بدید به من. گفتن خانه‌اش فلان خیابان کوچه هست. رسول خدا آمد پشت در زد، از داخل جواب داد کیه؟ پیامبر نشنید. 2 مرتبه در زد رسول خدا محکم‌تر کیه؟ در مخیلش هم نمی گنجید که رهبر بشریت خورشید نبوت بیاد تو خانه‌اش و به سراغش و دیدنش. آیا ممکنه رسول الله بیاد؟ بار 3 در زد کیه؟ از پشت در با نگرانی و مریضم بود که ناگهان از پشت در صدا آمد انا محمد رسول الله، من رهبر بشریت محمد مصطفی خورشید نبوتم که آمدم به سراغ تو. برق صفاتی رو گرفت، از جا بلند شد آمد در رو باز کرد. یا رسول الله خوابم یا بیدار، مستم یا هوشیار، شما رو میبینم اینجا، آیا درست من میبینم احمد مختار؟ پیامبر خدا آغوش رو باز کرد گفت بله صحابه من، تو هر چی که میبینی عین حقیقت داری میبینی. آغوش رو باز کرد رسول خدا، پیشانی اون نوجوان رو بوسه داد، گفت یا رسول الله مثل مادر که در دامار فرزند یا فرزند در دامار مادر گریه میکرد، این غلام شروع کرد به گریه کردن. یا رسول الله یا رسول الله من خیلی کم ارزش دارم، انا احقر شأنا من ان یطلبنی رسول الله، من خیلی کوچکتر از آنم که رهبر بشریت بیاد به سراغم. رسول خدا اونو محکم فشرد. میدونی چه گفت؟ بل والله انک عند الله قال، به خدا قسم تو نزد الله و نزد رسول الله از چنان مقام و منزلت و ارزش و عزت با برخورداری که هیچ یک از ثروتمندان و قدرتمندان دنیا نای رقابت کردن با تو رو ندارند. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است و مکان آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خیلی مهمه، آدمی را آدمیت لازم است. عود را اگر بو نباشد هیزم است، عود اگر بو نداشته باشه هیزمه. جوانی که عبادت نداشته باشه، مؤمنی که عبادت نداشته باشه حیوانه به تعبیر قرآن. اولئک کالانعام بل هم اضل. آدمیت، احترام آدمی، با خبر شو از مقام آدمی. اقبال لاهوری میفرماید که ای جوان تو به خود بیا، تو به خود بیا، از پلکان عبادت برو بالا. آمد اون نوجوان، اون غلام، گفت یا رسول الله اجازه میدید من 2 رکعت نماز شکرانه بخونم؟ گفت بفرما. رفت 2 رکعت نماز اقامه بست، سر رو به سجده گذاشت، گفت پروردگارا سجده عشق یک سجده دارد و اون سر رو گذاشتن و هرگز بر نداشتن. خدایا چشمامو میبندم، بار دوم که چشمامو باز میکنم در جنت الفردوس کنار رسول الله. پیامبر خدا تشریف آوردن، 5 دقیقه 10 دقیقه سرشو بر نداشت، سر رو رسول خدا بلند کرد، اشک چشمان رسول خدا مانند ابر بهاری میبارید و تبسم بر لبانش نقش بست. صحابه عرض کرد یا رسول الله گریه و خنده؟ گفت گریم به خاطر فراق این جوان مرده، ولی خندم به خاطر استقبال پرشور فرشتگان خدا از یه برده و غلام. حالا تو به کجا میخوای برسی جوان مسلمان؟ به سلطنت سلیمان هم که داشته باشی، میگه کو حشمت سلیمان، کو سهولت سکندر، کو با مقصف قیصر، کو حکم کامرانی، کو خاتم رسولان، سر دفتر قبولان، کو ثبت و نسخ قرآن، کو وحی آسمانی، مادر کجا، پدر کو، دختر چه شد، پسر کو، چندین هزار سر کو، آخر تو چنان قافله رفتن و ما هم میرویم. بالاخره هر چی باشی یه روزی این لای کفن هست و گور. مهم اینه که انسان در دنیا با عزت و
با شوکت عبادت زندگی بکنه و در قیامت دستش دستان رسول الله باشه. خدایا به برکت این جمع و به برکت این علمایی که تشریف آوردن و این مجلس روحانی روز قیامت دستان ما رو از دامن رسول الله جدا نفرما. جوان عزت اینجاست، این پیام رسول خداست برای جوان قرن 21 که بفهمی برای چی آمدی، برای گناه نیامدی، برای اینکه خلاف خدا بکنی، بر زمین خدا بخورید و بر خلاف رضای خدا حرکت بکنی. نه، خدا قادره جوان مسلمان اون جست تو و اون چهره خوشگل تو یک لحظه تبدیل بکنه به مجسمه بی تحرک و بی قالب که حتی زن و بچه هم نتونه تو تحمل بکنه. جوونا امروز زنا میگه بیا دوست دارم عزیزم، قربون بشم، فدات بشم، به خدا قسم همین روح که نرفت همون شب این زنه که یک شب تو رو تحمل نمیکنه میگه ببرید من میترسم از اون. ای بی انصاف، تا دیشب که قربون و صدقش میرفتی، تا دیروز میگه دوست دارم تو دنیا مثل تو کسی نیست، ولی یک شب تو رو تحمل نمیکنه. یک شب ببرید میگه توی خانه دیگه من میترسم تا صبح از اون. این حیولاست، بچه نمیدونه تو رو تحمل بکنه، هیچ کس نمیدونه تحمل بکنه و خدا نکند که خدا هم نتونه برای شما رو تحمل کنه. خدا نکنه که قبرم تا و تحمل من شما رو نداشته باشه. خدا نکنه که زمینم من شما رو قبول نکنه. کاری کنیم که حداقل زمین من شما رو قبول بکنه، خدا قبولمون کنه، رسول الله قبولمون کنه. پس بیاییم با پلکان عبادت بریم بالا، از شبکه عبادت بریم بالا. شبها تا ساعت 12 که شب کنار تلویزیون ها، کنار فیلم های مبتذل و وقت ضایع کن، وقتتون رو نگذرونید جوان. به تو مسجد رمضان رفت، خدا که نرفت، رمضان رفت، تومار رمضان پیچیده شد، نه تومار عبادت. تومار رمضان و تراویح پیچیده شد، نه نمازهای 5 وقت. کجایی تو؟ بیا همه تک مسلمان بشیم، نه جایی که آسونه بگیم مسلمان، جایی که سخت اینجا نمیشه. جناب مولوی خیلی سخته. این اولین پیام. وقتم گذشت، وقتم خیلی محدود، شما خسته شدید، صدام همچین. دومین پیام روحانی رسول خدا به جوان قرن 21. خسته که نشدید انشالله. به هر حال گفتم دیگه مقصر خودتونی و اصرار شما بود. به هر حال باید ما رو تحمل بکنیم. میگن یک زمانی یک عالمی به یک جوان گفت بیا بریم مسجد. گفتم بابا نمیشه، شما مولا نماز خیلی طولانی میگه. گفت نه بابا طولانی نیست زیاد. آمد به مسجد و امام اتفاقا سوره بقره رو شروع کرد بخوندن و این مقدار خوند، این پاپا کرد. نه بابا این نماز تموم نکرد، تحمل کرد. بعد نماز از جمعه از مولا پرسید که امام چی سوره خوندی جناب مولوی؟ گفت سوره بقره رو. گفت بقره یعنی چی؟ گفت بقره یعنی گاو. گفت ها دیدم خیلی بزرگ و طولانی بود. فردا دیگه نمیگم ما سوره بقره خیلی بزرگ. گفت نه فردا شب سوره کوچیکی میخونم. فردا شب آمد و شروع کرد امام سوره الم ترکیب رو. گفت الم ترکیب و فردا ربک با اصحاب الفیل هم یک بار این دستاشو بسته بود، دستاشو باز کرد و فرار کرد. گفت کجا میری؟ گفت بابا دیشب سوره گاو بود اینقدر بلند بود، امشب سوره فیل. خدا بخیر کنه. حالا من که دیشب این بلند شده، خدا بخیر کنه. در حال سوره فیل و الم ترکیب و بقره رو با هم میخونیم. یک سلامات غرایی نذ بفرمایید. دومین پیام رهبر بشریت برای شما جوان، اینها رو خوب گوش بدید. همه من و شما گفتم به خدا قسم تا آخرین لحظه موضوع صحبتم فرق میکرد، ولی گفتم حیفه که این پیام به اینجا نرسه. دومین پیام رسول خدا شناخت خطراتی است که جهان اسلام رو داره تهدید میکنه. این خیلی مهمه. جوان فکر نکن تو فقط تو روستای کراته شیخیا یا به اصطلاح یک کتود نشستی و خیالت نیست با این گاو و گوسفند داری ور میری. نه، تو برای این آفریده نشدی. تو فکر نکنی که از دست تو خارجه، تو فقط همین و چند تا گوسفند و گوزلی که بابا جلوت کرده یا همون چند تا هکتار زمینی که داره درو میکنه. نه، تو برای این روستای کراته اصلا نیستی. هیچ کدوم از ما نیستیم. بر خود نظر گشاز، تو این دامنی نرنج، در سینه تو ماه تمام این آدم. تو خیلی بزرگی، تو برتر زیر و زن بودی. تو آن بودی که در عهد پیامبر میخروشیدی. ز بیخ و برآور ریشه های کفر بیران کن. چرا قدرت نمیدانی؟ تو قدرت بس بلند آمد. تو مسجود ملائک بوده ای، چون شیر مردان کن. زیاران پیامبر گیر آیین مسلمانی. وجودت را سراسر پر ز نور علم و قرآن کن. مسلمان ای مسلمان، خیز و خود را چون بهاران کن. ز نور علم و قرآنت جهان را نور باران کن. شناخت خطراتی که جهان اسلام رو داره تهدید میکنه. فکر میکنه روز قیامت رسول خدا این پیام ها به شما رسیده امشب؟
از من و شما سوال نمیکنه، به خدا قسم سوال خواهد کرد که این خطراتی که امروز جامعه اسلامی رو به تهدید میکنه چرا؟ آیا فکری کردی حداقل براش؟ یه لحظه فکر کردی که چه خطراتی است؟ امروز خطرات گذشته رفت، خطرات جدید، تجددگرایی از دیدگاه اسلامی که اسلام مفتی تقی عثمانی است. تجددگرایی تو لباس و ژست پوشیدن ما هست، ولی تو دین تجددگرایی نیست. چرا؟ چون که فکر نمی‌کنیم برای این مسائل. فکر نمی‌کنیم این خطرات امروز هر روز با یک طرح خاصی، با یک کیفیت خاصی، با یک پوشش خاصی داره میاد تو جامعه اسلامی. اگر فرعون زان بچه‌ها رو قتل عام می‌کرد، زنان رو زندگی می‌گذاشت، امروز داره همین کار جهان رو تهدید می‌کنه، ولی با راهی دیگر. اعلان کردن آقای زویمر، یکی از بزرگترین کشیش‌های مسیحیت در گردهمایی کوه زیتی بیت المقدس، اعلان میکنه اگر شما میخواید جوان مسلمان رو میخواید نابود کنید، راهش خراب کردن مساجد نیست، راهش بستن حوزه‌های علمیه نیست، راهش از شهادت کرد به شهادت رساندن علما نیست، راهش به رگبار بستن و یا بمب‌های B-52 و یا اصلا سفینه‌های فضاپیما و موشک‌های قاره پیما نیست. راهش چیه؟ راهش اینه که ایمان و غیرت و شرف رو در وجود جوان مسلمان خرد کن از طرق مختلف. یکی سرا، اول سزه زن، دوم زر، سوم زور. زن رو به اونها فیلم‌های مبتذل سوپری که امروز 250-300 تومن سیدیش تو بازار هست، فکر میکنی سیدی خام به این قیمت هست؟ نیست. خدا گواهه که سیدی خوب الان 250 تومن گیر نمیاد. چرا سیدی مبتذل 250 تومن ها؟ فکر میکنی به خاطر تو حال بکنی؟ نه، اونها مفت رایگان نوامیسشون رو جلو دوربین‌ها گذاشتن تا ایمان و غیرت رو در وجود تو بمیرن و خوش کنن، نهال ایمان را در نطفه خفه کنن. و این 250 تومن رو پاکستانی و افغانی‌ها و این مرزی ها میگیرن که میارن اینجا، وگرنه اونجا مفت رایگان داره تقسیم میشه. اگر شامپو میخری، یک عکس زن رقاصه. اگر صابون میخری، یه حیولا، یه زن. نمیدونم اگر یک دستای ویدیو سی دی و نمیدونم دی ویدیو چی ویدی میگیری، همش عکس. تو نلبکی ها میخواد بری خونه بعضی ملاها حتی چایی بخوری، نگاه اون یک دختری که اصلا فکر میکنی این دیگه چه مرگی، یک حیولا بیزار آدم چای خوردن. حالا جوانا میگن جناب باید یه حال کن، ولش کن بابا، ای بی انصاف. همین که توی سر این چایی ریختی و خوردی این حاله، این دیگه چه حالی داره؟ خبر اینها نقشه است، اینها خطراتی که جهان اسلام رو تهدید میکنه. این مدهایی که عرض کردم داره میاد، این مانتوهای هفت چاک، اینها مال جهان غربه. متاسفانه دخترای ما هم تو جامعه اسلامی علی رغم اینکه مسئولین و شبکه‌ها و رسانه‌های ملی ما شب روز تبلیغات حجاب میکنه، ولی تو برید تو بالاشهر، تو شهر مشهد یا تهران، بعضی از این مغازه‌ها بری انسان به خدا قسم شرم انسان بخواد چیزی بخواد بخرید. چرا؟ آمدن دخترهای زیبا رو همونطور گفتم مداد چشم کشیده تا پشت کلهشون، چشماشون هم مثل چشمای قربت‌ها سبز کرده و لباشون هم اون چونانی. بعد میاد نشسته، اجازه رفتیم با تعداد طلبا بخوام برای زیراکس و کپی و بعضی از چیزهایی نوشته بودیم. وقتی رفتیم اینجا دیدیم اینقدر اینها تعارف و تکلم میکنن، گفتم بریم این چه بدبختی. آخر یک جوان بیاد اونجا، همه پیرمرده و 120 سالم که نره اونجا، دلشون به حرکت و جنبش میفته. به خاطر چی؟ اینها دیگه تبلیغات جهان غربه. دخترها هم پول کمی میگیرن، هم برای اشباع قواعد جنسی است. راحت مشتری، ماشاءالله بازار مشتری ها گرد. به خاطر اینکه چی؟ یا بعضی مطب‌های پزشکان بری ماشاءالله اصلا واقعا افت داره. اینها جامعه غربه، اینها جهان غرب این کار رو میکنه. بشنوید جماعت تبلیغ، این گروه بزرگوار آمده بودن به مسجد ما، خودشون خدا گواه که صحبت میکردن، خدا گواه هست. میگفتن ما رفتیم به یک از کشورهای آفریقایی، رفتیم اونجا یه جوان متمول و پولدار رو دیدیم، گفت آقا چند دقیقه باهاش صحبت داریم. گفت آقا وقت ندارم. گفتم آقا چند دقیقه فقط؟ گفت آقا وقت ندارم. بارها رفتیم وقت بهمون نداد، آخر گفتیم 5 دقیقه بی انصاف، دقیقه ششم مال خودت برو. گفت فقط 5 دقیقه. گفت آره. میگه رفتیم نشستیم 5 دقیقه، 2-3 دقیقه شروع کرد به صحبت، دیدیم مثل ابر بهاری میگرید. سر 5 دقیقه خلاصه کردیم. گفت آقا ادامه بدید. گفت ما 5 دقیقه گل داریم. گفت ادامه بدید. ادامه دادیم، شروع کرد به گریه کردن. دیدیم خیلی گریه میکنه. گفت آقا علت گریه چیه؟ گفت سوالم نکنید. گفت نباید بدونیم.
گفت 5 دقیقه دیگه اگه دیرتر می آمدید بدبختی بیچاره شده بودم. چرا؟ گفت من عاشق یه دختر مسیحی بودم، خودشون دیده بودن ها، عاشق یه دختر مسیحی بودم، هر چی که من براش مهریه گذاشتم قبول نکرد. گفت مهریم خیلی سنگینه، 2 چیزه. چیه؟ کشتن، قتل، مثل اون قطامی که عمل حضرت علی رو کشت تا اینکه ابن ملجم اونو بگیره. ابن ملجمی که معذرت میخوام حضرت علی رو کشت تا به قطام برسه. مهریت همینه رهبر مسلمانان رو بکشم؟ نه، مهریم 2 چیزه. اول اینکه مسیحی بشی، مسیحی شدم، و دوم اینکه بر رهبر بشریت حضرت محمد مصطفی لعنت بفرستی. من مجبور شدم که بخواستم برم الان لعنت رو بفرستم. خدا شما فرشته های نجات آورد. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. مسلمان شد. جوان مسلمان با زنا دارن امروز جوانان مسلمان دارن میخرن. به خدا قسم این واقعیته. ما خوابیم اهانت هایی که امروز میشن. اگر امروز اینجا مطرح بکنم واقعا غیرت و وجدان ما نمیگذاره. شما فکر میکنید اخبار هر روز میگن کاریکاتورهایی که به رهبر بشریت در دانمارک میکشن، فکر میکنید اینها چیه و هدف و انگیزشون چیه؟ شنیدید دیگه نه؟ از اخبار بحث دانمارک همه جا شد، همه جا جوانان میگن دانمارک به پیغمبر اهانت کرد. من رفتم دیدم، من تو سایت های اسلامی رفتم دنبالش کردم. به خدا قسم اگر توی جوان مسلمان بیاد جوان من مقداری غیرت می داشتیم امروز نباید راحت می نشستیم. اون کاریکاتورهای موهینی که به پیغمبر ما، به رهبر بشریت، کسی که یک زمان یک کوچکتری اهانتی میشد، معاذها و معوذها بچه های 12 ساله بلند میشدن خونشون رو میریختن تا زمان که اون ابوالجهل فرعون امت را از بین ببرن. اون گذشت، ماه رمضان آمد، باز دانمارک دو ماه اهانت کرد. برم تو اینترنت با افراد چت بکنم ببینم چیه. عکس ها رو برام فرستادن. میدونید چی دیدم به خدا قسم زیر یک عکس گشته این محمد است، رسول خدا را در حالت لخت قرار دارن و در حالت ادرار و لیوان شراب به دست رسول الله. اینجا دیگه تکبیر نداره، اینجا دیگه واقعا گریستن و دیوانه شدن داره. به رهبر بشریت در حالت ادرار و لیوان شراب، یعنی محمد شما بیامده. خدا بسر ننگ برای مسلمان. دست پیامبر کاریکاتور دیگر یک تفنگ و بمبی داده، زیرش نوشته ارهابی، یعنی محمد تروریست که داره پایتخت دانمارک رو ترور میکنه. صدایی از کسی در نیامد. کجاییم ما؟ به اسمهای مختلف، به 1000 عکس بعضی کاریکاتور بعضی از دختران مسلمان نقاب زده رو کشیده بود، نوشته بود دختران رفوزه در کلاس ها و در مقاطع مختلف. یعنی هر دختر مسلمان که روبند داشته باشه اون مردوده. این کاریکاتوره. ولی تو بگو جوان مسلمان، تو بگو واقعا که اگر به قول شاعر اردی زبان، اگر اظهار استبداد کی معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کی معنی بغاوت ہے، اگر آگ فطرت آزاد کی معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغو ہوں میرا مذہب بغاوت ہے. یعنی اگر افشای انگیزه ها و دسایس جهان غرب اسمش تروره و اگر مبارزه با ناموس فروشی و اهانت با رسول خدا اسمش تروره، اگر افشا کردن نقشه های شوم و پروتکل های دانشوران صهیونیست اسمش تروره، پس جهانیان بداند که من تروریستم و مذهبم هم تروره. ما به این تروریست بودن افتخار میکنیم. اگر تروریست معناش اینه دفاعی از کیان و ناموس و شرف مسلمانان، من تروریستم، بله، به این تروریست بودن افتخار میکنم. هر کس امروز با نام اسلامی در هر جا که تروریسته، اگر واقعا دفاع از اسلام و میهن اسلامی نیتشه، به خدا قسم محمد رسول الله دست اون تروریست را بوسه خواهد داد. کجای ما؟ و هر نام امروز به کیان مسلمان دارن میتازن. تو ایران فرزندان مسلمان رو به زندانیان رو مجبور میکنن به همدیگر تجاوز کنن. صدایی از کسی در نمیاد. بعد ما نشستیم اینجا گوسفند غیر کلی خودمون رو جمع میکنیم. تو برای کلاته آمدی، بله؟
و به خدا قسم ناراحتی عمل از این نیست. اگر اون دانمارکی اهانت میکنه توف به دهانش، هر غلطی که میخواد بکنه، اون آمریکایی هر غلطی میخواد بکنه، اون اسرائیلی. ولی امروز اهانتی که در کشورهای اسلامی به پیامبر میشه توسط جوان نمازخوان به خدا قسم مهلک‌تره. اون شمشیری که امروز جوان نمازگزار ما برداشته یا جوان مؤمن ما تو مساجد برداشته به قلب نازنین رسول الله میزنه به خدا قسم مسموم‌تره. تو فکر می‌کنی سیل بیدینی و بینمازی چیه؟ اون پف سیگاری که اون ساز ابلیس که لای انگشت جوان مسلمان تو روزه رمضان بود و پف میزد، به خدا قسم هر پف اون یک خنجر زهراگین به قلب رسول الله است. و پدر ریش گذاشته و میگه من مسلمانم. این اهانت بدتره. اون دختری که موهاش پیداست تا نصف سر رو سریشه، اون موهای او همه اونا شمشیرهایی هستن که قلب نازنین رسول الله رو میازارن. فکر میکنید مسلمانی فقط به نمازه؟ اسلام یعنی تسلیم شدن، یعنی همه اوامر خدا رو اجرا کردن. شناخت خطراتی که جهان اسلام رو داره تهدید میکنه، این خطرات خیلی مهمه. اینها رو بشناسید. اول زن، دوم زر با پول. شما شنیدید اخبار خانم بوش آمد به افغانستان، چند میلیون دلار دانشگاه کابل، دانشگاه دختران کابل. فکر میکنید سر پدر بوش اونجا زیره که بیاد به دانشگاه کابل پول بده؟ سواله. یا میخواد بوش اونجا بیاد در آینده برای خودش چی بزنه، چی بسازه؟ میفهمه که اینجا دخترای دارای استعداد افغانی است، اینها رو گلچین میکنن، دخترای زیبا و جمیل، و بعد اینها رو میبرن به کجا و کجا مسیحی میکنن، یهودی میکنن بر علیه مسلمانان. صدایی از کسی در نمیاد، کسی فکرشان نمیکنه. یا در عراق یکی چند روز قبل اول در اواخر ماه رمضان دوستان تعدادی بودن، همشون حاضرن اینجا، که زنگ زدن یکی از کرکوک عراق، یه جوان مسلمان ضمن که اراده کرد و اظهار اراده و سیدیات اینجا هست کار نداریم. بعد دوستون بعد زنگ زد، گفت آقا، گفتم چه خبره عراق؟ گفت آقا بازار ایمان فروشی گرمه، آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، گر به دقت بنگری هر روز مشهد. گفتم چطور؟ گفت ایمان ماهی 600 دلار به فروش میره، محبت رسول الله ماهی 600 دلار به 600,000 تومان. های رسول الله کجایی که دهانت را ببوسم. فرمودن که فستکونو بادروا بالاعمال الصالحه فستکونو فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الحدیث که بشتابید به سوی اعمال صالحه قبل از اینکه زمان بیاد که مرد صبح از خانه بیرون میشه مسلمان، شب کافر به خانه برمیگرده. به خدا قسم امروز همینجوری است. جوان مسلمان امروز از خانه سالم میره بیرون با زمان روزدار، شب برمیگرده واقعا منکر خدا و رسول میشه. شناخت خطر. و سوم زورش که مشخصه، زورش که میبینی امروز به زور داره چه کارهایی داره میکنه و کشور اسلامی ما رو هم داره تهدید میکنه. وقتم گذشت. سومی مبارزه با یأس و نومیدی و امیدوار بودن. من اینها رو تونتون عرض میکنم که خلاص بشه به صورت تیتوار، که جوان مسلمان نباید نومید باشه. دیگه بشینیم دیگه خلاص شد، خلاص دیگه رفت. همه این نمیشه تو مجالس هر کس میشینه ماشاءالله تو مجلس دست به دست میره. جامعه اسلامی تباه شد، رفت. ملاها اونطور شدن، حاجی‌ها وقتی میرن مکه تازه دروغ گفتن یاد میگیرن. ممکنه جوان مسلمان نور روزی میگیره یاد میگیره چیکار بکنه. چوت همه چوت کردن دنیا خراب شد. آقا مثل این میمونه. مثال بزنم، خانه یک آتش بگیره، مفتی تقی عثمانی رو مثال زده، میگه خانه یک آتش بگیره، شما میاد میگه خانه آتش گرفت، ولی در دقیقه ولی بچه‌م مرد، در دقیقه زنم سوخت. آقا کسی هم چیکار میکنه؟ یا فلان زنگ میزنه آتش نشانی، از با بیل و کلنگ و آب و شلنگ آتش رو خاموش میکنه. امروز تو خانه آتش گرفته، حالا ما نشستیم چوت میکنه اینجا وای میکنه. آقا بلند شو، تو برتر زیر و زن بودی، از خواب گران خیز، بلند شو، این همه موانع رو در بنور، میتونی. مبارزه با یأس و نومید هم نباش که رندان بادنوش ناگه به یک خروش به منزل رسیدن. بر الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود. و به قول اقبال مرگ را سامان زقت آرزوست، زندگانی محکم از لا تقنطوست. تا امید از آرزوی پیهم است، ناامیدی زندگانی را سم است. ناامیدی همچو گور افشاردد، در چهل بندی ز پا می آردد. زندگی را یأس خواب آور بود، این دلیل سستی عنصر بود. چشم جان را سرمه‌اش اعمی کند، روز روشن را شب یلدا کند. از دمش میرد قوای زندگی، خوش گردد چشمه‌های زندگی. ابوبکر گونه بلند شو،
ندای عیون کس دین و انا حی بده که آیا در دین رسول الله کمی بیاد و من زنده باشم. چهارمی پیام رسول خدا، چون که وقت خادم میگذره اینها رو تیتوار عرض بکنم. البته اگر فرصت شد راجع به این موضوعات انشالله در عروسی های بعدی صحبت بشه، انشالله خیلی خوب هست اگر خداوند توفیق بده. چهارمی تقلید و تبعیت از اسوه های و پیشینی گذشته و پیشین، یعنی ما بخوایم نخوایم باید تقلید بکنیم. حالا تقلید ما از کیه؟ بعضی از مایکل جکسون، چارلی چاپی، نمیدونم مستر وی چطور میرقصه و چطور سر صدا میکنه، نمیدونم آقای فردی اون خواننده فلان. از اینه ما جوانایی مثل حمزه داریم، ما جوانایی مثل عمیر داریم، پیرمردایی مثل عمرو بن جموع داریم، زنانی مثل خنسا داریم، سمیه و عایشه داریم. دیگه دلیلی نداره که ما دنبال اینو بگردیم. تقلید از اسوه های پیشین و اسوه های نیک ما، تقلید ما خوب باشه، خوب تقلید بکنیم. این چهار و پنجم دعوت تبلیغ، این نهضت جماعت تبلیغ، این پیام رسول خداست که همه باید عمل بکنن. گفتم در مورد این سه مورد آخری اگر انشالله عروسی بود اینها رو توضیح میدم، چون که برای وقت شما رو نگیرم، زیاد وقتم خیلی گذشت. چند نگیرم سوال میگم جناب مجری؟ بله یعنی از دقیقه رد شده ماشاءالله. به هر حال دیگه دوست داریم که آینده هم اینها رو ببینیم یک مرتبه، نگه این مولا رفت پشت میره تلفن دیگه از خدا خواست ما رو تصور نکردن، فرصتی برای آینده هم باشه. به هر حال جماعت تبلیغ این پنجمین پیام رسول خداست که اینها رو باید مستحکم بشمونید و به هر حال اینها رو نصرت کنید، برید با اینها و اسلام رو به همه جا برسونید. واقعیت امر اینه که امروز همه علما، همه روحانیت محترم من شما روی این کار فکر شده، روی این کار به تجربه رسیده. کسی نمیتونه امروز مرد خورشید روشن و واضح و مبرهن است. لذا بنابراین روی این مسئله انشاءالله تاکید زیادی هست، یعنی این پنج پیام رسول خدا رو انشاءالله امیدوارم که از یاد شما نرفته باشه. اولی شناخت هدف انگیزه زندگی و همون عبادت قبول. دوم شناخت خطرات و موانع احسن. سوم یک نفر میگه امید به پیروزی و مبارزه با یأس. چهارمی بی انصافات در تا بعد از سخنرانی که یاد شما میمون که تقلید از اسوه های گذشته نیک. و پنجمی دعوت و تبلیغ. انشالله که شما این پیام های روحانی رسول خدا رو عمل میکنید. نه انشالله هر کس میخواد این پیام ها رو عمل کنه اینطور نیست. ما مثلا جماعت تبلیغی یا نقد میخوام اونهایی که حاضر انشالله در آینده عروسی هاشون اسلامی بگیرن بلند بشن مرد و مردانه اسمشون رو بنویسن. حمدالله شما میکنم ماشاءالله. احسن جناب مولوی اسماعیل یکی برنامه‌اش بنویسه. جناب مولوی مجنون اسماعیل بنویسه لطفاً کنید. براش اسم اینا بنویسه که کی است؟ سرسره نکنید. بالا شما میخوان داماد بشین انشالله. ماشاءالله. دوستان یک خاطره هم بگم تا زمان بقیه دوستان بلند میشن. اسم شما چی بود جوان؟ احسنتم. یک صلوات بفرستید تشویقش. ما رفتیم منطقه ترکمنشین راز جایگران، رفتیم یک عروسی دو تا عروسی هم عملیات تبادکار به قبل از ما از اون سخنرانی شده. به هر حال همینطور مثل شما جلسه خوب بود. بعد از جلسه اعلان کردیم اونهایی که میخوان عروسی اسلامی بگیرن بلند بشن. یهو دیدیم پیرمرد و جوان همه بلند شده از جا. گفت پیرمرد شما چی؟ گفت زن دوم سوم. گفتم بابا امشب به اشتها آمدید از شام زبل ما. خدا دعایا این آقای پیرمردان رو اونجا بود، همه آدم دم بلند شدن. حالا بی انصاف شما که منطقه اسلامی یه نفر بلند شده، اونهایی که خودشون میخوان داماد بشن یا برادرزاده یا عموزاده پسر نواسه داره مرد میدان بلند بشن سریع. چند نفره؟ کی بلند شده نشستن؟ ماشاءالله. دو تا عروسی. احسن تو ماشاءالله. شما پشیمون نشید انشالله بعدا. انشالله جزاکم الله خیر. جزاکم. اونهایی که میخوان ریشه ساز و سرنا رو از اینجا بکنن همونو کلن بلند بشن. یک قیام رو بفرمایید.
ببخشید به هر حال شما رو حرکت دادیم، به هر حال خود بخستید. از جوان آزاری خوشمون میاد که شما رو خسته کردیم. به هر حال از اینکه فرصت رو به هر حال این فرصتی پیش آمد واقعا بسیار خوشحالیم. در پایان هم تبریک و تهنیت عرض میکنم این مجلس فرخنده رو خدمت شاه داماد عزیز جناب حافظ عبدالرشید که بی صبرانه ما منتظر بودیم، خودشون از ما بیشتر، که صبح یک خاطره از ایشون بگم. دیشب ایشون خانه ما بود، گفتم بابا فرداش عروسیته، که جناب مدیر خیلی خسته و نمیدونم فلان، پس گفتم بابا فرداش عروسیته، که برای صبح میریم. صبح آمدم بعد نماز صبح این خواب نمیبرد، لحظات آخر بعد گفت که ساعت 7 ما رو بیدار کنی که دیر میشه. من گفتم ساعت 8 من میخوابم. آمدم تو دراز کشیده بود، چشماش باز به حساب این که گفت ساعت 6، گفت جناب مدیر ساعت چنده؟ گفتم ساعت 8. نه خدایی عجب سر جای یک جور که من گفتم عجب بر گرفتش. نه خدایی گفت جناب مدیر 8 شب نیست بابا، 8 صبح هنوز. به هر حال خوشبخت شدیم از اینکه برای در محفل ایشون شرکت کردیم. از پدر خانم ایشون جناب مولا سید احمد واقعا تشکر میکنیم که همکاری لازم کردن، و از همه پدر داماد همچنین خانواده ها که دوستان زحمت کردن، از علمای بزرگوار، استاد بزرگوار و تاج سر بنده که البته نه به اسم استاده که من از ایشون درس خوندم واقعا چند سال، جناب حضرت مولانا کردستانی حفظ الله که خداوند ایشون رو حفظ بفرماید تشریف آوردن، بر ما منت نهادن. جناب مولوی دستگیر که جز بانیان بودن، قطعا جناب مولوی سلیمانی تشریف آوردن، جناب حافظ عبدالباری و مجری محترمی که اول یک دو تکه به ما انداخت و بعد نتونست حتی صلوات بگه. در حال اینه که میگه با درد کشان هر که در افتاد الاخر. اینه که از همه دوستان و علما جناب مولوی اویس و دوستانی که از قشتو تشریف آوردن و دوستان دیگر من جا نداره که تشکر کنم چون میزبان نیستم، ولی به هر حال به نوبه خودم از همه شما تشکر میکنم و امید است که بذر این چنین جلساتی کاشته شده باشه ان شاء الله و در آینده ما ترور بکنیم ان شاء الله. هفته آینده همچنین مجلسی 3 تا عروسی در جلگه رخ روز جمعه هست ان شاء الله که رخ همه ما به طرف جلگه رخ باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این شما